80 سال پیش بینای معروف زینت واقع در روبروی دستگاه رئیس جمهور چنین نما داشت. مغازه معروف مرکز شهر و ایستگاه اصلی که از آنجا مردم به ناحیه ها سفر می‌کردند همین مکان بود. وفا نظرف از رسامان مشهور تاجیک دوشنبه کهنه را در اثرهای خود زنده کرده است. ما خلاصه با آمدم که چیکار کنیم که چیکار کنم که همین شهر دوشنبه که از بس که من اینجا از خوردی کلان شدگی از دستم آمدگی و از هنرم استفاده برده یک چند اثری آفرم که دونن که دوشنبه چکل بود و چکل شد برای مقایسه. اینجا سیرک بود. وفا نظرف تصویرهای دوشنبه کهنه را از روی عکس‌های آفریده است که نزدیک به یک عصر پیش برداشتند. میگوید از بس که حالا بینا و خانه‌های کهنه تخریب می‌شوند می‌خواهد آنها را حداقل در تصویر زنده نگاه دارد. اساسش نگه چشم رسام نیم حجتی چون که از روی فوتو از روی عکس‌ها گرفتگی این حجت است. ما کاری میکنم که ویران نکنم ویا چون که حجتی است و از وقتی که ویا سیاه‌سفید هستند ایموسیا کمتر است. ایبا سیاه‌سفید قید دید و رفت چی میگن اینجا به رنگ قطع میکنی بعد باز کمتر دل اینجا میبراری نسبت شهری کلان شده دلت میسوزد یک الگ است که میگذرد خواهد نگذرد میگذرد. عکس های دوشنبه قدیمی را هم او از بایگانی دولتی پیدا کرد. برای یک سلسله تصویرهای دوشنبه کهنه 40 عکس را انتخاب نمود. یاردم کردن کارگرای ارخیو یک 40 تا رسم 40 تا رسم کدام ما لازم بود. هر خودش بسیار است نکن. یک خودش است که سست اون وقت رفته است یا علاقه نمی‌بینی چی از درون وای با هست و نیست خیلی من معمولش گفتم که اقلا دیده میشود چی است. با تغییر ظاهری دوشنبه و تلاش ها برای نو کردن پایتخت با بیناهای آسمان بوس و زمانوی این رسام تاجیک زید نیست، اما میگوید بهتر بود دوشنبه تغییر نیابد. شخصا میپرسید که فکر شما چی؟ من میگفتم که شهر اون طرف ساختنده کن، طرف کوفرنیون، طرف ریون رودکی شهر بیرون یکمش که اونجا از زیادی زمین لرزه مستحکم عمقتگی هستند. بعد درون شهر با آب میگذره، شهری که آب داره اونجا گذره باشه شهری که آب دارد و شهر درونش قطعی آب گذره و شهر بهترین خشوترین می نماید. مثلا اگر که اون طرف دریای کوفرنیون هم هست این طرف دوشنبه بعد میره اونجا قطعی میشه نکن تصور کنید اینجا موضوع پر میشود اینجا زمین بسیار نیست اینجا پر میشود بعد مجبور میشن که اونجا سازن. این رسام میخواهد نمایشگاهی ویژه تشکیل کند و در آن مردم بتوانند دوشنبه امروز را با دیروز قیاس کنند. با این باور است که هر ساکن شهر باید از تاریخ دوشنبه آگاه باشد.